برای رسم حرف صاد و زاد هم باز از همون دایره کمک میگیریم. خب مجدد قسمت انتهاییش مثل حرف سین و مثل یک نون هستش که این قسمت بهش اضافه شده. پس ما از بیرون دایرمون شروع میکنیم، یه شکل تخم مرغ مانندی مثل حرف تای دسته‌دار که در کلیپ های قبلی گفته شد رسم میکنیم و یک الف کوتاه به این قسمت، امتدادش هم که مثل حرف نون هستش. پس یک بار دیگه دایره به 4 قسمت تقسیم میشه. از قسمت بیرونی یه شکل تخم مرغ، یک الف کوتاه و یک نون. بدون دایره هم به این شکل عمل میکنیم.